چایخانه راحت در مرکز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. شناسنامه فرهنگ غذاپزی تاجیک معروف با غذای ملی لغمان. لغمانی معروف راحت که باعث بنیاد چایخانه ملی منقش در سال 1958 گردید. لغمان راحت، این لغمان در همینجا تولید شد. تردوآخون اشورов همینه التماس کردگی بود از جبار رسولов که همینجا چایخانه شود. همینجا اون کس احمد تشکیل کرده و همین خوراک با خودش از خودش گفته برآورد. بسیار یک لغمانی حاضر هم هست، لیکن اون مزه‌ای که اون وقت داشت حاضر نیست. قبل از بنیاد چایخانه منقش راحت در جای آن دکانی کوچکی بود با طعام‌های نچندان زیاد. اما چون چایخانه بنیاد شد، شهرت غذاهای آن از جمله لغمان در تمام کشور پهن گردید. تصویر لغمانро ба Русия ва Австрия фиристодам. онҷо аз лағмони тоҷикӣ бохабаранд. مشتریان مخصوص برای غذاخوری به شهر دوشنبه به چایخانه راحت می آمدند. هم از غذا و هم از هنر کنده‌کاری و معماری و نقاشی آن راحت می بردند. چایخانه راحت من از سال 70 میدانم. جای تاریخی جمهوری تاجیکستان است. اینجا خوراک بسیار با مزه با لذت. لغمن خونشور باش، سمبوس‌های نغذاره اینجا این پیش تیار میکنن. ایسار میبینم اینجا لغمنش میخورم. من ابیدارم جو لغمنخوری میبینم. اکثر کلی سیاحان و مهمانان خارجی که وارد دوشنبه میشوند حتما از طعم غذاهای چایخانه راحت میچشند و از صنعت معماری و نقاشی آن لذت میبرند. در روز تقریبا 600 نفر مشتری غذاخوری میآیند. 40 نوع غذا، 40 نوع خورش، 25 نوع غذای صبحانه تهیه میکنند. یکمین بینایی است که نقش و نگار و کنده‌کاری دارد اوی است. و هم به خاطر آن بود که در دوره شوروی که بسیار خارجی ها می اومدند، بعد مراجعت میکردند که آیا این مردم یگان فرهنگ دارند یا نه. به همین خاطر باری اول چایخانه راحت بنا کردند و هنرهای مردمی از آن جمله نقش و نگار، بعد کنده‌کاری، گچکاری در دیوارهای اوی، در سقف اوی اجرا شدگی است. چایخانه راحت بر اساس طرح معمار روس کنستانتین ترلتسکی و استای تاجیک میرزا رحمت علیموف ساخته شد و سال 1958 مورد بهره برداری قرار گرفت. سامانه امریکایی CNN Travel هم ماه فوریه سال جاری چایخانه راحت را بهترین چایخانه جهان نامید. اما یک سال اخیر راحت زیر خطر ویرانشوی مانده است. قبلا وزیر فرهنگ تاجیکستان گفته بود چایخانه راحت در فهرست یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی کشور نمی‌دراید. حالا سنه دقیق تقریب آن مشخص نیست.